پس همه چی موتور رو یه جور سرعمندی کرده که فقط موتور رو تنش به درد میخوره، بقیه‌اش باید بریزه دور. درستش میکنه که فقط موتور رو رد بکنه. بچه‌ها سلام. یه ویدیو براتون آوردم در مورد خریدن موتور که شما چیه یه موتور رو باید نگاه کنین برای خریدن، چیا مهمه تو موتور که شما چک بکنی. یعنی یه چی بهت میخوام بگم، خودت بشی کارشناس موتور، خودت بری موتور نگاه کنی، به دل بود بخرین، نبود بری بعدی. با من همراه باشین. برای موتور خریدن ها نگاه کاکو این روزا موتور خرجش بالا. یه 7-8 تا نکته حیاتی میگم، نخواین الکی برین پول بکنین تو جیب اوی تعمیرکا. نگاه شما اول کار میای اگزوز، بعضی موتورها هست رنگش ضعیف کرده، موقعی که داغ میشه شروع میکنه دود کردن. خب طرف میاد، من به چش خودم دیدم با او سکه میزد، میمد یه تیکه پارچه ها اینا رو پاک میکرد، اینجایی که چپ بود طرف موتور روشن میکرد، تو یخی یه دور میزد، میدید ها موتور خوبه چیزش نی. ولی میبرد فرداش میروندش، میدید گرم که شد روغن مثلا میزنه بیرون، یه دود میکنه، با اون میره انجین پیاده میکه. اول کار شما باید ایو یه دستی بکنین ببینین چرب نباشه، یا آثار یا چربی و اینا روغن نباشه، و بذارین موتور یه 5 دقیقه رو سلو کار بکنه، بعد گازش بدین ببینین روغن سوزی نداشته باشه. این اولی. دومی نگاه از این بچه‌ها بین سیلند و سرسیلند، بین سیلند و سرسیلند نگاه کنید ببینین روغن نزده باشه بیرون. ببینید اینجاها روغن نزده باشه، اگه بود نگاه کنین بعضی مثلا موتورها اینجا روغن زده میان پاکش میکنن. بازم باید دقت کنین تو موتور خریدن، بعدم شب نرین موتور بخرین، تو روز روشن برین همه چی رو بتونین چک کنین. بین این دوتا نگاه کنین روغن نزده باشه. یه نکته خیلی اساسی که باید ببینین اگه میخوان آقا شما میخوای هزینه کنی موتور بخری، موتوری که این سیلند و سرسیلند و ایناش نبا عوض شده باشه. نگاه شما میاد از این زیرو اینجا میبینی، این من خودم عوض کردم، ولی اینجا میبینی نوشته، میبینی مال من ماراتونه، اینجا باید هیچی ننوشته باشه. میبینی هیچ چیزی نباید نوشته باشه اینجا. حتما از زیر نگاه کنین اینجا رو ببینین، میبینی نگاه کنین چیزی ننوشته، فابریکا چیزی ننوشته. اگه دیدین اینجا نوشته بود لیون و نمیدونم راپیدو و فلان و هر مارکی زده بود اصلا دورش نری. یا حالا من خودم مثلا عوض کردم، میام قدیمی ماراتون انداختم که از حتی فابریکو بهتره، ولی شما اگه دیدین اینجوری اصلا دورش نری نوشته بود. خب نکته بعدی نگاه شما میای موتور رو فرمونش رو نگاه، فرمونش رو صاف میکنی، فرمون رو صاف میکنی، میای ته موتور میشینی، این دوتا چرخ و همه موتور توی راستا باشه. ببینی عزیز آویو حتما نگاه بکن. بعضی موتورها مثلا چرخ عقبو ایوره یا اینجور کجه معلومه ها، یعنی چرخ و عقب جلو معلومه. بعد میای از ایور از سر جلو موتور میبینی، یا از سر جلو بعضی موتورها از سر جلو تنش میپیچه، اصلا ضربه میخوره از اینجا از سر جلو موتور از اینجا میپیچه، هیچ کاریش هم نمیشه بکنی. یعنی تو سرعت شما 50 تا 60 که باهاش میره موتور جیگر نمیکنی، ولش کنی یه یهو میکشه، یه وقت میزنه آدم زمین. اون موتور رو درد هیچی نمیخوره. موتور رو باید روشن بکنی، موتور نباید به زور گاز بخوره. نگاه موقع گازش میدی یا باید روون گاز بخوره، نباید موتور رو انگو میخواد به زور گاز بخوره که رنگ پستان ضعیف کرده باشه یا حالا مشکل برقی داشته باشه، خرج نباید داشته باشه. موتور که شما میخوای هزینه کنی بخری به زور نباید گاز بخوره. هندلش بکن و موتور که به زور گاز بخوره یه حالت جوه دیگه جون نداره، خودت زیر دستت میفهمی. انگار دستانی عقب موتور رو به جوری موتور باید روون گاز بخوره. این نکته دیگه هم نگاه این رنگ میبینی، رنگ جلو
رنگ جلو موتور هست تصادف میکنه، مثلا ضربه میخوره میاد اینجاها یه قلوپی به هم میداره تو رنگو که نمیشه تابگیریش کنی، تاب کله همه هیچ به هم میزنه، هیچ کارش نمیشه بکنی رنگو رو. باید شما بری یه رنگی توپی هم که الان یه دست کاملش اگه بخوای بخری الان 1.5-2 تومنه. این چرخو باید تاب بدی، ببین تاب کله بدجور نداشته باشه، تابی که مثلا یه موتور داره پی میخوری و ایجو میشه، ایجو مانند نبا باشه. کمک جلو بچه ها، کمک جلو، این کمک رو میبینی کوچکترین خط و خشی روی کمک رو باشه، کمک شما با هر کارش کنی روغن میزنه اگه خط و خش داشته باشه. نگاه چک بکنین یعنی یه خطی افتاده روش، این خطو هی میر کاسه نمد خراب میکنه روغن میزنه بالا، هی کاسه نمد خراب میکنه، طرف میاد مثلا کمکو خرابه میاد سوم آدش میزنه مثلا درستش میکنه که فقط موتور رد بکنه. دو سه بار کمک بزن، چکی بکن دور کمکو مثلا نگاه بکن ایچی ها، چون یه مثلا کمک خوب 2 تومن ما هزینه کنی، شما کمک های 500 600 700 اینا بریز دو، کمک خوب که باید 2 تومن هزینه کنی. توپی جلو و عقب، نگاه توپی ها میبینی نگاه بکنیم دقیق ببینید ترک مرکی توپی نداشته باشه. اینا که میگم کار یه دقیقه نگاه کردن، شاید همجوری داری نگاه هم کنی توپی رو هم نگاه کن همجوری دور داره میخوره، یعنی گویا رو به تو میبینی اینجا بیشتر اینجا ترک میخوره. یه آماری بگی که موتور رد کردنی نباشه بدنه. نگاه توپی عقب هم بکنی، توپی ها بیشتر رو به داخل ها میبینی، رو به داخل از این وقت که زنجیره سمت قاب زنجیره اینجا هاشو نگاه بکنین پری بدین ترک نخورده باشه. خیلی سکه میزنن توی بازارا، طرف هست همه چی موتور رو یه جو سرهمندی کرده که فقط موتور رو تنش به درد میخوره بقیهش با بریز دو و واسطون باشه. هم سمت ایوه باید نگاه بکنی، نگاه کن توپی ترک نخورده باشه رو به داخل تو. سعی کنین موتورویی که همه چیشون فابریکی بخرین حتی اگه چیا کهنه شده باشه. چرا؟ چون دیگه فابریک تو خیالت راحته، این نخورده زمین بخواد مثلا تنش بپیچه، نخورده زمین بخواد همه وسایل‌ها عوض شده باشه که بخواد نگاه موتوری که بخوره اثر جلو ضربه بخوره زمین بی پیچه تنش دیگه فقط به درد انداختن دور میخوره، به درد زیرپا به هیچ عنوان نمیخوره. حواستون باشه تنه رو نگاه بکنین حتما. اینجا میبینی از اینجا مثلا تنه ضربه خورده یا حالا خورده افتاده تو جوبی چیزی متوول شده خورده یه جایی، از اینجا میشکنه تنش، میان جوشش میدن میگن تنه جوشی. موتور رو نگاه افت قیمت داره، آدم امکان 90% سرعت بالا هم میکشه، چون این از